آقا یکی از بهترین و مهیج‌ترین و باحال‌ترین تفریحاتی که میتونید تو کیش داشته باشین همین شاتل سواریه. تیوب سواری همینجوری خودش خیلی حال میده. حالا فکر کنین تیوبو ببندنش به یه قایق موتوری و با سرعت بره توی موجای دریا، خودش هم موج درست کنه و شما بپری بالا و بپری. این تفریح باحالو هم میتونید 2 نفره برین، هم میتونید با بچه‌هاتون برین. بچه‌هاتون بالا 6 سال که باشن بهتون اجازه میدن که کنار خودتون سوار شید. دیگه وسط اون هیجانم باید مراقب باشی تو آبم نیفتی. هرچند اگه افتادی اونجا یه قایق هست که میاد و تو جمعت میکنه و میذاره دوباره توی اون قایق. حالا تو اون مدتی که اونجا بودیم دیدیم یه چند نفری خودشون رو انداختن تو آب، ولی مشخص بود می‌خواستن کیفشو ببرن بیفتن تو آب و یه آب تنی هم کردن. اینم بگم که قیمتش 218 تومن هست نفری و خیلی هم بهتون حال میده. خلاصه میتونی یه 15 دقیقه خیلی باحال با خانواده و یا با دوستاتون داشته باشین و کیفشو ببرین.